آموزش درخواست پناهندگی برای کشور استرالیا. هموطنان عزیز، از آموزش درخواست پناهندگی برای کشور استرالیا در قسمت سوم در خدمت همه شما عزیزان قرار دارم. دوستان عزیز، در این ویدیو قراره با شما از صفحه دهم شروع بکنیم و 10 صفحه اول طی 2 ویدیوی قبلی که در کانال یوتیوب آمازون پرشین رو برای شما به اشتراک گذاشته بودم، قسمت اول، قسمت دوم و در این ویدیو قسمت سوم می باشه. در صورتی که شما 2 قسمت اول ندیدین، بریم اول تماشا کنیم، بعداً بیایم به این قسمت سوم. دوستان عزیز، در این قسمت سوال نهم از شما بک‌گراند فامیلی شما خواسته. در صورتی که شما در این فرم یک خانواده ثبت نام میکنیم و یک از این اعضای خانواده نامزده یا ازدواج کرده، باید مشخصات رابطی از او بنویسیم. اگر ازدواج نکرده که نیازی نیه، فقط نور انتخاب میکنیم که من نور انتخاب کردم. اگر احیانا مثلا شما یک خانواده ثبت نام میکنیم، دختر از این خانواده نامزد داره و یا ازدواج کرده، باید در این قسمت یس انتخاب بکنیم و مشخصاتی رو بگیم. یک نکته نباید در نظر داشته باشیم که اینجا عرض کرده، گفته در صورتی که همین کسی که خانواده شما ثبت نام میکنیم، دختر خانواده یا پسر خانواده، اینا یک کدام از اینا جدا شدن، باید مشخصات همین کسی که جدا شدن هم در این قسمت چکار کنیم؟ بنویسیم. مثلا نوشته کنیم که نام پسر خو بنویسیم، تخلصی رو بنویسیم، نام پارتنری رو بنویسیم و همچنین چی تاریخی همی رابطه از اینا شروع شده، چی تاریخ ختم شده و چطور رابطه از اینا ختم شده، آیا از این رابطه‌ای که اینا داشتن فرزند دارم یا خیر. پیشنهاد من برای شما اینه، در صورتی که شما یک خانواده ثبت نام میکنیم، خانواده فرزندان دارم که ازدواج کرده ام، برای از اینا فرم جداگانه ثبت کنیم. یعنی در داخل یک فرم کسانی که ازدواج کرده ام جزو یک خانواده فرزندان از او در داخل یک فرم نگنجانیم. شما فرزند داریم که فرزندان شما ازدواج کردن، برای از اینا یک فرم و یک کیسی جدا ثبت نام کنیم. این پیشنهاد من میباشه. به این خاطر من این قسمت چی نوشته کردم؟ نو نوشته کردم. نیازی نیه که تمام این مشخصات چیکار کنیم؟ پر بکنیم. در قسمت دوستان عزیز گفته کسانی که شامل از این فرم می باشن، آیا از ازدواج قبلی خود فرزند دارم یا خیر؟ اگر دارم که یس انتخاب میکنیم. مشخصات باید بگیم که بالای 18 ام یا کمتر از 18 می باشم و سندی هم، سرتیفیکیتی هم باید چیکار کنیم؟ در داخل این فرمایی که ارسال میکنیم به سفارت اضافه بکنیم. اما ما فعلا میگیم کسایی که در داخل از این فرم ثبت نام شدن، از ازدواج قبلی خود هیچ نوع فرزند ندارن، پس گزینه چی انتخاب میکنیم؟ نور انتخاب کردیم. میریم در صفحه 11. در صفحه 11 دوستان عزیز یک سوال بسیار بسیار مهم از شما پرسیده است. سوال دهم از شما سوال کرده، گفته آیا کسانی که شامل همی فرم می باشن یا شامل پارتنر همی فرم می باشن، در داخل همی فرم فرزندان غیر بیولوژیکی می باشن، یعنی که شما همی کسانی که داخل همی فرم خود ثبت کردیم و پارتنر خود یا همسر خود ثبت نام کردیم، یک فرزند خواندگی گرفتیم، آیا داریم یا نه؟ در صورتی که داریم باید مشخصات فرزند خوانده خود چکار کنیم؟ در این قسمت بنویسیم. اما اکثر شما چون معمولا نداریم و فرم ما برای اکثریت آموزش میدیم، جزئیات کسانی که مثلا دارم دیگه اونجا خیلی وارد جزئیات نمیشیم. ما فعلا تصور میکنیم که شما داریم، شما رو ثبت نام میکنیم، شما فرزند خوانده ای نداریم، پس گزینه چی انتخاب میکنیم؟ گزینه نور انتخاب میکنیم. اگر هم گزینه یس انتخاب کنیم، باید مشخصات بدیم. مثلا بگیم که تخلصی و کینه، نامی و چیه، تاریخ تولدی و نام اصلی پدر بیولوژیکی و نام اصلی مادر بیولوژیکی از اون به جزئیات چیکار کنیم؟ در این قسمت بنویسیم. اما در صورتی که ما نوشته میکنیم ما فرزند خوانده ای نداریم، گزینه نور که انتخاب کنیم، این جزئیات هیچ کدوم از اینا دیگه نیازی نیست و از این صفحه رد میشه. در صفحه 12 دوستان عزیز، سوال 12 و سوال 13 دو سوال خیلی مهم از شما پرسیده که این دو سوال مهم، سوال 12 و 13 دو سوالی که در مورد پارتنر شما دوستان عزیز پرسیده. سوال 12 از شما پرسیده، گفته آیا شما همسر و یا شوهر داریم که در واقعیت پارتنر شما نه، اما او کسی می باشه که شامل از این فرم نمی باشه و او مستقل زندگی میکنه. در صورتی که شما روحی و یا لحاظ مالی رو سپورت میکنیم، باید مشخصات از او هم بنویسیم. معمولا ما گزینه رو نور انتخاب میکنیم چون همچین شخصی ما نداریم بین افغان ها.
اما اگه شما داریم کسی هسته که مثلا همسر شمانه یا شوهر شمانه که داخل فرم اضافه نکردیم و او داریم سپورت میکنیم و دوست نداریم داخل فرم باشه، اما چون کیس ها ممکنه که یک کیسی که شما این فرم 842 ثبت نام میکنیم دوست نداریم همسر خود شامل بکنیم، دوست نداریم پارتنر خود شامل بکنیم، در این قسمت همون سوالیه. در صورتی که شما دوست نداشتیم شامل بکنیم در قسمت بالا نفر دومه، این قسمت باید چیکار کنیم؟ مشخصاتی رو اضافه کنیم. اما در صورتی که شما همسر خود به گزینه سوال صفحه دوم پر کرده بودیم، در این قسمت چیکار میکنیم؟ نور انتخاب میکنیم به نیاز نیه این صفحه کامل پر بکنه. سوال 13 از شما چی پرسیده؟ گفته کسانی که شامل همین فرم می باشن، هم نفر اصلی هم با باقی افراد. آیا کسانی که شامل همین فرم می باشن به صورت فیزیکی از شما جدا شدن؟ کسانی که شامل همین فرم باشن به صورت فیزیکی از شما جدا شدن، مثلا فرزندان شما می باشن، شما اونا رو ثبت کردیم اما یک کدام از اونا در یک جای دیگه زندگی میکنن. در صورتی که بله باید جزئیات یاد بدیم، بگیم مثلا او تاریخ تولدی و رابطه با شما با کجا داره زندگی میکنه. اما ما فعلا نور انتخاب میکنیم، به این معنای زمانی که ما اینجا نور انتخاب کردیم یعنی که تمام کسانی که داخل فرم ما ثبت نام کردیم با ما فعلا در یک آدرس دارن زندگی میکنن. و سوال 12 هم که عرض کردم برای شما، هر دو تا از اینا رو نو میزنیم و از این دو صفحه هم رد میشیم. صفحه 14 و صفحه 15 یکی از مهمترین بخش ها می باشه، چون مشخصات شما و مشخصات همسر شما خواسته. مشخصات شما چی مشخصات از شما خواسته؟ مشخصات اصلی و اقوام شما خواسته. در این قسمت از شما گفته در نام پدر خود اول می‌نویسیم و نام مادر خود می‌نویسیم. در این قسمت انتخاب می‌کنیم در صورتی که مرد باشم میل و زن باشم فیمیل انتخاب می‌کنیم. تاریخ تولد هر کدام نوشته می‌کنیم. به پیشنهاد این فرق نمی‌کنه، اول مادر می‌تونیم بنویسیم یا اول پدر، هر کدامی که دوست داریم. در این قسمت نوشته می‌کنیم رابطه اینا با شما چیه. هر کدام از اینا ما قبلا هم برای شما گفتم یک کد داره، مثلا رابطه پدر مادر شما با شما چیه؟ رابطه بیولوژیکیه. پس اینجا چی انتخاب می‌کنیم؟ در این قسمت اینجا گفته ریلیشنشیپ. اینجا از این قسمت چی انتخاب می‌کنیم؟ گفته این گزینه که برای شما میباشه البته رابطه شما نمیباشه، رابطه خود از اینا میباشه. شما که پدر مادر خود انتخاب میکنیم در این قسمت می‌نویسیم پدر شما کینه و مادر شما کینه. اینجا باید بنویسیم که اینا مثلا ازدواج کردن قانونی، ازدواج نکردن قانونی، جدا شدن، بیوه میباشن یا خیر. مثلا در صورتی که پدر مادر شما ازدواج کردن و قانونی ازدواج کردن، هر دو تا از اینا چی میزنیم؟ ام میزنیم. این اینجا بشه قانونی ازدواج کردن. اگر مثلا مادر شما بیوه میباشه، مثلا اینجا چی میزنیم؟ دبلیو میزنیم. یا پدر مادر شما جدا شدن، هر دو تا این گزینه دیورس یا طلاق شده میزنیم، هر دو تا دبلیو میزنیم. ما فعلا ام میزنیم یعنی قانونی ازدواج کردن. شهری که پدر مادر شما در ازو فعلا دارم زندگی میکنم و شهری که یا کشوری که در ازو پدر مادر شما متولد شدم. اینجا گفته برت متولد شدم، می نویسیم پدر مادر شما در هر شهری که متولد شدم در قسمت نوشته میکنیم. در قسمت از شما بخواسته گفته رابطه ازو با نفر اصلی این فرم چی می باشه، یعنی شما نفر اصلی این فرم و اینا پدر مادر شما هم رابطه ازو با شما چیه؟ پی بی یا بیولوژیکلی می باشه. اینجا چی میزنیم؟ گزینه اول انتخاب میکنیم، چون پدر مادر شما در رابطه بیولوژیکی با پدر مادر خود داره. گفته کشوری که فعلا دارم زندگی میکنم، پدر مادر شما در هر کشوری که زندگی میکنم در این قسمت مینویسیم افغانستان یا ایران، هر کشوری که هستم. اگر در ایران زندگی میکنم وضعیت زندگی از اونا در ایران چی می باشه؟ باید از این قسمت با کدای داره نوشته میکنیم. اگر شهروند ایرانم شهروند بزنیم، اگر اقامت دائم دارم این گزینه اول میزنیم. معمولا اکثر کسایی که در ایران زندگی میکنن اقامت موقت دارن، پس ما چی میزنیم؟ تی آر میزنیم یا اقامت موقت. در صورتی که مادر شما نام وسط هم داشته باشه اینجا می نویسیم. در قسمت بعدی خواهرها و برادران خود می نویسیم. دوستان عزیز، یعنی نفر اول هر کس که هسته مین اپلیکیشن، کسی که نفر اوله باید مشخصات برادر و خواهر خود در قسمت نوشته کنه. یک خواهر داریم، دو خواهر داریم، سه خواهر داریم، در قسمت می نویسیم. اینا مشخصات نفر اوله، یاد شما باشه. مشخصات خواهر و پسران یا دختران شما نمی باشه. شما مثلا یک نفریم داخل یک کیس برای خود خوب ساختیم، همسر خود ثبت کردیم، فرزندان خود ثبت کردیم. در این قسمت از شما مشخصات خواهر و برادر شما خواسته. در این قسمت دوستان عزیز از شما هم هر کدوم از اینا هم یک کاری که چوکات مثل همونه. اینجا اگه مثلا اول برادر خود نویسیم باید چی بزنیم؟
میل انتخاب کنیم، تاریخ تولدی رو بزنیم، وضعیت از رو بزنیم، مجرد یا متأهل از اینجا که کلیک بکنیم به شما کدار میاره، کشوری که یا شهری که در از اون متولد شده، رابطه او با شما چی باشه. مثلا اگه خواهر خو اینجا نام خواهر خو می‌نویسیم، اینجا باید چی بزنیم؟ خواهر شما با شما چی داره؟ رابطه بیولوژیکی داره. در این قسمت درزم به حضور شما کشور نوشته میکنیم، کشوری که فعلا خواهر شما زندگی میکنه و همچنین وضعیتی که کشوری که خواهر شما در شما زندگی میکنه به وضعیتی که در کشوری که زندگی میکنه چی وضعیت داره. مثلا شهروند موقت نیست، اینجا انتخاب میکنیم. همانطور که عزیزان اشاره کردم در قسمت مشخصات برادران و خواهران خودم می‌نویسیم. در قسمت در فعلا کدام کشور زندگی میکنند و همچنین وضعیت از اونا. یک سوالی که خیلی از شما مطرح میکنیم که رابطه بیولوژیکی و رابطه غیر بیولوژیکی چی میباشه، که من برای شما همین مطلب در داخل کانال تلگرام برای شما معلومات دادم و گفتم که رابطه بیولوژیکی و غیر بیولوژیکی چی میباشه. شما با همسر خود، با فرزندان خود چی داریم؟ رابطه بیولوژیکی داریم که از خود ژن‌های خود شما میباشن. پس در این قسمت هم در صورتی که شما می‌نویسیم خواهران و برادران خود، هر کدام از اینا چی انتخاب میکنیم؟ پی بیر میزنیم، چون رابطه بیولوژیکی دارم. دوستان عزیز، در سوال 15 مشخصات پارتنر شما خواسته. مشخصات پارتنر شما خواسته یعنی شما باید در این قسمت نام پدر همسر خود، نام مادر همسر خود، خواهران و برادران همسر خود در این قسمت نشون کنیم. فرق از او با سوال 14 چیه؟ در سوال 14 مشخصات خواهران و برادران خود می نوشتیم. در این قسمت مشخصات خواهران و برادران همسر خود می نویسیم. مشخصات همگی مثل هموی باشه و هیچ تفاوتی نداره. پس از این سوالم رد میشم، چون جزئیات همگی مثل همون. نام می نویسیم اینجا مشخص میکنه مرد یا زن، فقط تفاوت اینجا اینه که مشخصات همسر شما میخوایم. مثلا نام پدر همسر خود اول می نویسیم، نام مادر همسر خود در قسمت می نویسیم، برادر همسر خود می نویسیم، اگر دو برادر دارم برادر بعدی می نویسیم، برای خواهر همسر خود می نویسیم. به تعدادی که هستم در این قسمت چکار میکنیم؟ اضافه میکنیم. دوستان عزیز، فقط فرق صفحه 15 با صفحه 14 یک نکته بسیار کوچک می باشه و این هم رابطه همی پدر همسر شما، مادر همسر شما، خواهر همسر شما و برادر همسر شما رابطه از او با شما چی می باشه. فقط همین گزینه ها و همین کد که انتخاب میکنیم یک کمی تفاوت میکنه. من که در داخل کانال تلگرامم برای شما یک پست گذاشتم و گفتم در فرم 842 بخش مشخصات همسر، پدر همسر شما در صورتی که انتخاب میکنیم چی میزنیم؟ قسمت پی او میزنیم. پی او اینجا چی داره؟ پرنت آدر داره. این چیکار میکنیم؟ پی او میزنیم. در صورتی که خواهر همسر خود در اینجا مینویسیم و برادر همسر خود مینویسیم، برادر همسر زن شما به کد SS یاد میباشه و خواهر همسر زن شما با کد چی یاد میشه؟ با کد SO یاد میشه، چون او خواهر همسر شما است و در این لیست تحت دسته چی؟ سیبلینگ آدر استفاده میشه. خب اینا رو با خود شما میتونیم به کانال دسترسی ما قطعا، به کانال تلگرام ما قطعا همگی شما دسترسی داریم و میتونیم از این قسمت چکار کنیم؟ بخوانیم و استفاده کنیم. خب در قسمت دوستان عزیز مشخصاتی که اضافه کردیم در مورد خواهران و برادران خود اضافه میکنیم و میریم در قسمت بعدی. در قسمت بعدی دوستان عزیز این قسمت بسیار بسیار مهمی باشه برای کسانی که اسپانسر دارن، یعنی کسی شما، برادر شما، خواهر شما، مادر شما، پدر شما در استرالیا داره زندگی میکنه و شما اسپانسر داریم. در صورتی که اسپانسر داریم این قسمت ها رو پر میکنیم، در صورتی که اسپانسر نداریم این قسمت ها رو چکار میکنیم؟ خالی میگذاریم. مشخصات استرالیا رو گفته. چند بخش هسته که مربوط به اسپانسر می باشه، اینا من سریعتر پیش میبرم چون ما این فرم برای کسایی پر میکنیم که اینا ما تصور میکنیم شما اسپانسر نداریم و نیاز به کیس داریم، پس ما فرم آنطور پر میکنیم. اما بازم یک تشریح کوتاهی میدم. گفته آیا کسی که شامل از این فرم باشه قبلا برای ویزای استرالیا دائمی یا موقت اپلای کرده بوده یا نکرده بوده؟ قطعا نکرده بوده، چون در صورتی که اپلای میکرد که این فرم 842 قرار نبود که
پر کنه دیگه. اگر در صورتی که پر کرده باید چیکار کنه؟ اینجا دیگه مشخصات نوشته میکنیم، تاریخ اپلیکیشن بنویسیم و مشخصاتی که نیاز باشه اضافه میکنیم. آیا شما مثلا دریافت کردین، دریافت نکردین، تصمیم گرفته نشده در مورد فرم شما، این قسمت چیکار میکنیم؟ اضافه میکنیم. در قسمت بعدی گفته شما به یا پارتنر شما به ویزای بهمی شما یا پارتنر شما که داخل و سوال بعدی دوستان عزیز به این معنایه که شما یا پارتنر شما یا کس دیگه که در داخل از این فرم باشد کسایی می باشن که برای ویزای استرالیا اپلای کردم و پروسه از اونان در حال بررسی می باشه. اگر بررسی می باشه باید مشخصاتی چیکار کنیم؟ بنویسیم. ما هم اینجا نور انتخاب میکنیم، میگیم هیچ کدوم از فامیل ما به ویزا اپلای نکردم و پروسه این هم در حال بررسی نمی باشه. سوال سوم، سوال 18 هم باز هم مربوط به همون می باشه. میگفته کسایی که شامل همین فرم می باشم، آیا شما فرم 681 و یا 1417 پر بکردیم که توسط یک از سازمان‌های استرالیا می باشه یا خیر؟ اگر مثلا پر کردیم و قبول دریافت کردیم، اینجا باید مشخصاتی نوشته میکنیم. ما اینجا چی نوشتیم؟ بازم نور نوشته میکنیم. این هم برای کی می باشه؟ برای کسایی می باشه که مثلا شما یک پروپوزال داریم از طرف خود استرالیا، فرم 681 پر کرده بودیم. فرم 681 برای کسایی می باشه که اسپانسر یا اقوام یا معرفی در کجا دارم؟ در خود استرالیا دارم. و حالا ما برای کسانی داریم این فرم پر میکنیم که در استرالیا کسی ندارم، پس این قسمت دارم چی انتخاب میکنیم؟ نور انتخاب میکنیم. اگر یس انتخاب کنه باید مشخصات و همون سازمانی که از طرف استرالیا قراره برای شما پروپوز کنه باید چیکار کنیم؟ این مشخصات بنویسیم. اما سوال 19 هم همچنین مربوط به بخش معرف یا هم کیس می باشه، مربوط به بخش معرف یا کسانی که یک اقوام و یا قومی در استرالیا دارن. گفته آیا کسانی که در داخل از این فرم می باشن و کسانی که در داخل از این فرم می باشن آیا اینا فامیلی دارن که در استرالیا باشه که حداقل 5 سال گذشته پناهنده شده باشم در استرالیا و شامل همین کلاس CD باشم یا خیر؟ اگر بله که مشخصات همون شخص نوشته میکنیم، اگر خیر نور میزنیم. فعلا ما چون گفتیم برای کسایی که اسپانسر ندارن پس این قسمت رو ما 9 میزنیم و از این قسمت هم میگذاریم. در قسمت بعدی از شما گفته آیا کسانی که شامل از همین کیسی که داریم ما ثبت نام میکنیم می باشن آیا اقوام دارم که در استرالیا باشم یا خیر؟ اگر شما قومی داریم که در استرالیا، در قسمت جزئیاتی رو می نویسیم. اگر نداریم پس در قسمت هم نور انتخاب میکنیم و از این قسمت هم چه کار میکنیم؟ میگذاریم. این قسمت هم همچنین گفته کسانی که در داخل از این فرم باشن آیا یک لینک یا راه ارتباطی با استرالیا دارم یا خیر؟ اینا ما چی میزنیم؟ نور انتخاب میکنیم. در قسمت بعدی دوستان عزیز background information می باشه. این یکی از قسمت های مهم می باشه که منم تایم ویدیو زیاد بشه، فقط به صورت خلاصه میگم. در قسمت بعدی ویدیو این مشخصات با شما بیشتر صحبت میکنیم و من فکر کنم که ویدیو بعدی ما مهمترین ویدیوی همین فرم 842 می باشه که در بخش کیس هم در ویدیوی بعدی انشالله با شما صحبت میکنیم که می سوال های 26 و 27 و 28 مربوط به کیس همین فرم 842 می باشه که بر اساس همون سوالات شما رو انتخاب میکنم و کیس شما رد میکنم یا قبول میکنم. چون تا همین سوال 27 و 28 و 29 معمولا اینا همگی که اطلاعات شخصی شما نه. از 29 به بعد شامل کیس میشه که اینا به اساس همین مشخصاتی که کیس می‌نویسیم شما رو انتخاب میکنم و خیلی مهمه باشه. در این صفحه دوستان عزیز به صورت خلاصه میگم که ویدیو ظرف background information خواسته یا مشخصات background شما خواسته. منظوری از background information چیه؟ مثلا در صورتی که شما مشخصات خود در صفحه اول و دوم اضافه کردیم، در قسمت در صورتی که پاسپورت داریم یا سند داریم باید اینجا چیکار کنیم؟ مشخصات یاد بنویسیم. اینجا دو گزینه داره دوستان عزیز. برای کسایی که پاسپورت دارن در دست اینایی که مشخصات پاسپورت می‌نویسم. اگر پاسپورت هنوز دریافت نکنیم در این فرم مهم خودت فعلا ثبت نام کنیم و بعداً پاسپورت خود دریافت می‌کنیم و قرار شامل از این فرم کنیم، پس گزینه نور انتخاب کنیم. این گزینه گفته یعنی ما مشخصات خود برای شما چیکار می‌کنم؟ ارسال می‌کنم و بعداً میگم که مثلا من چرا پاسپورت ندارم و توضیح هم باید بدیم. مثلا فعلا پاسپورت نداریم، به درخواست پناهندگی به استرالیا میدم، باید یک برگه بنویسیم بگیم که چون من هنوز پاسپورت خود دریافت نکردم. به این معنایی که بدون پاسپورت هم شما میتونیم چیکار کنیم؟ درخواست پناهندگی بدیم، اما پیشنهاد من اینه که بدون پاسپورت درخواست پناهندگی ندیم.
در قسمت دوستان عزیز اگر در صورتی که پاسپورت داریم گزینه یس انتخاب میکنیم، اطلاعات میدیم. تایپ اف داکیومنت شما چیه؟ مثلا اگر در صورتی که پاسپورت باشه چی میزنیم؟ پیر میزنیم. نام پاسپورت خود می نویسیم، تاریخی که از کدام کشوری پاسپورت شما چکار شده صادر شده در قسمت می نویسیم، تاریخی که پاسپورت شما صادر شده، تاریخی که پاسپورت شما ختم میشه و در قسمت هم گفته از کدام مرجع پاسپورت شما صادر شده، از افغانستان یا همون وزارت داخله پاسپورت های افغانستان چکار میشه؟ صادر میشه. و در قسمت بعدی دوستان عزیز هر کدام از اعضای همین اپلیکیشن، مثلا فرزندان شما، دختر شما، پسر شما، هر کدام باید به همین ترتیب مشخصات پاسپورتی و اطلاعاتی رو بنویسیم. هر تعدادی که شما مثلا در صفحه دوم پر کرده بودیم که چند تا فرزند داریم، اینجا که باید مشخصات هر کدام با پاسپورت ها اینا رو بنویسیم. دوستان عزیز قسمت سوم بود، چون فرم 842 واقعا زیاد می باشه، در یک ویدیو قطعا خیلی طولانی می باشد که ما برای شما آماده میکنیم. ما سعی کردیم در چندین قسمت باشه تا این قسمت امیدوارم مفید واقع شده باشه. اگر سوال داشته باشیم من در خدمت شما هستم. میتونیم در داخل کانال تلگرام آمازون پرشین که ما همیشه برای شما اطلاعات میگذاریم، در قسمت مثلا 842 گذاشته بودم برای شما معلومات همه روزه بورسیه های آموزشی برای شما به اشتراک میگذاریم، میتونیم استفاده کنیم. و سوال داشته باشیم بنده در خدمتتون در کامنت بنویسیم تا ویدیوی بعدی و قسمت 4 بنده شما به الله پاک میسپارم. موفق و پیروز باشین. وقت شما بخیر. السلام علیکم و رحمت الله.